سریال جدید خالق بریکینگ بد اومد و بالاخره من کمالگراییمو گذاشتم کنار و دارم ویدیو میگیرم. اگه بخوام یه جمله بگم که همین الان برین این سریالو ببینین اینه که یه خانومه‌ای میخواد مردمو از خوشبختی نجات بده، یا مردمو از خوشبختی که فکر میکنن خوشبختیه نجات بده، یه همچین چیزی. باحال نه؟ من 2 هفته اولی که سریال اومده بود یه گارد خاصی نسبت بهش داشتم. نمیدونم چرا، فکر میکردم چون اسم دیویس گیلیگان روشه اگه ببینمش و خوشم نیاد ازش ممکنه دیگه از بریکینگ بدم خوشم نیاد. خیلی مسخره است میدونم، ولی خب آره. ولی همین چند شب پیش که داشتم دنبال یه ویدیو یوتیوب میگشتم که سرگرم بشم، یهویی دستم رفت سمت ویدیوی احسان منصوری راجع به این سریال. قصدشم کل ویدیو رو ببینم، ولی همونجا بود که احسان جان همون اول خلاصه داستان رو لو داد و اونجا بود که دیگه ویدیو رو کلا بستم و رفتم بدون ذره تردید قسمت اول پولوریوس رو پله کردم. از اونجایی که سریال از همون اول نظر آدم رو جلب میکنه، هر تا قسمتشو پشت هم دیدم قاعدتا و خیلی خفنه که آدم فضایی برای آدما فرمول خوشبختی فرستادن و با این کار رسما به فناشون دادن. خدای خیلی جالبه نه؟ توی این سکانس داشتم خدا میکردم که این آقایی که خندای خوکی داره شخصیت اصلی نباشه، که دیدم نه، خدا رو شکر شخصیت اصلی نویسنده رمان به اسم کارول که از زندگیش متنفره، با اینکه خیلی زندگیش خفنه. بابا تو دیگه نویسنده خیلی پولداری و تازه با دوست دخترت میتونی بری اینور و حال کنی. واقعا نمیفهمم چرا اسکولی مگه. آره، و آرزو داره که کاش هیچ وقت مردم رمانای مسخرهشو نخونن، که آرزوی منم شد یه جورایی، چون آخه این چه روانیه واقعا برای بچهای 13 ساله نوشته داداش اینو. ولی خب واقعا شخصیتش از اون تایپ شخصیتاییه که من عاشقشونم و همین الان نمیدونم یه جوری طرفدار شخصیت اصلی ام یا چه میدونم، حس می‌کنم هر اشتباهی هم که در آینده بکنه قراره بهش بگم اورا دمت گرم، واقعا کارول خیلی آدم خوبی هستی. صبر کن ببینم، لباس زرد یکم آشنا، یه داره زیادی آشنا نیست براتون؟ لباس زرد میدونی خیلی آشنا به نظرم. این چه وسیله روشن کننده این ماشینی آخه؟ وات فاک، با دی ان ای با نفست چجوری بوی مثلا دهنت وات فاک. با اینکه هلن سرجم یه رو فکر می‌کنم توی سریال زنده بود، من این یه رو رابطه این دو نفر رو به 100 ساعت رابطه الی و دینو توی دلستافاز ترجیح میدم خدایی. درست همونجایی که فکر می‌کردم قضیه از این عجیب‌تر و کریپی‌تر دیگه نمیتونه بشه، کارول تلویزیون رو روشن کرد و اونجا بود که فهمیدم میخوام این سریال تا ابد ادامه پیدا کنه. تا ابد. اول قسمت دوم به بهترین شکل بهم فهموند که این ویروس چقدر میتونه ترسناک و در این حال خفن باشه. فکر کن توی خونت خوابیدی، یهو زنگ میزنن بهت میگن خانم جراح خیلی بهتون نیاز داریم، لطفا خودتون رو زودتر برسونید بیمارستان. بعد یهو یادت میاد که توی یه بچه نوزاد 5 ماهه‌ای تو شکم مامانت. پتوی بابا بزرگم. حاجی حتی فضای فیلم و آب و هواش هم شبیه بریکینگ بده. یعنی همه چیز این سریال من داره یاد بریکینگ بد و دیویس گیلیگان و اون بدبختیای توی بریکینگ بد میندازه و همونقدر خوب قاعدتا. What the hell is this? What the hell is that? این چه طراحی شخصیت آخه کارول. درست همون جایی که فکر می‌کردم قضیه از این عجیب‌تر و کریپی‌تر نمیتونه. صبر کن ببینم. من یه بار دیگه همین حرفو زدم نه؟ حالا بی خیال. درست همون جایی که فکر می‌کردم داستان عجیب‌تر نمیتونه بشه، این اتفاق افتاد. آخه what the fuck، چه آدمای قشی حساسی شدن یهو همه. تازه من اینجا عمق ماجرا رو نگرفتم. اونجایی فهمیدم چه بدبختی سرمون اومده که این خانم ببخشید احمق متنفرم ازش حاجی. بعدش به کارول گفت 11 میلیون آدمو کشته. آخه بیشو اسکل الان 11 میلیون نفر دیگه مردن. خوب شد؟ نه خوب شد، راضی الان؟ بعد تازه اصلا کی اسم بچه‌شو میذاره راوی آخه اسکل. حالا بیاین راجع به چیزی که من فکر میکنم توی سر گیلیگان میگذشته و تصمیم گرفته این سریالو بسازه براتون صحبت کنم. راستش من 2 تا تئوری دارم. اول اینکه اون چیه که در این حال که مردمو خوشبخت میکنه بدبختشون هم میکنه و معضل امروزی مردم هم هست. دقیقاً آفرین، هوش مصنوعی. که اگه این ایده اولیه بوده باشه خیلی نابوغانه است که این معضل رو اینجوری نشون بدی. دوم اینکه یکی از چیزایی که خود منو به شخص خیلی داره اذیت میکنه اینه که همه جدیدن دارن شبیه هم میشن. حالا چه ظاهری چه باطنی. تا میای ایرادشون رو بگیری ناراحت میشن، انگار باباشونو کشتی. بعد تازه اونایی هم که متفاوتن هیچ کاری نمیکنن برای سالم کردن جامعه. یکیش خودم واقعا. باز یه دسته دیگه هم هستن که فکر میکنن تفاوتشون بد و عجیبه و سعی میکنن شبیه بقیه جامعه بشن. دقیقاً مثل همون افرادی که ما دیدیم شبیه کارول بودن ولی میخواستن مثل بقیه بشن. این دختره فکر کنم 15 سالش باشه. واقعا اسکولی آخه. وات فاک، چرا میخواید ها بگذاریم؟ اگه اینم ایده اولیه بوده باشه اینم واقعا نابوغانه است. اصلا واو، اینکه اینجوری بخوای نشونش بدی توی حالت آخر و زمانی نشونش بدی خیلی خفنه. شاید هم کلا این مفهوم دیگه ای داشته باشه سریال که قطعا با پیشرفت داستان بیشتر میفهمیم دیگه. خلاصه که من خیلی حال کردم با سریال و از همین الانم جزو سریالای مورد علاقمه. ممنونم که تا اینجا ویدیو رو دیدی. اگه دوست داشتی ساب کن. مرسی. خداحافظ.